همین اکنون خواهر یاسر را دیدم. او بسیار زیبا انگلیسی صحبت میکرد، بسیار عالی. ازش پرسیدم که انگلیسی را از کجا یاد گرفتی؟ برایم گفت که انگلیسی را پیش خودم یاد گرفتم و گفت که آرزو دارم روزی به آمریکا سفر کنم، آرزو دارم روزی به انگلیس سفر کنم. برایش گفتم امیدوارم بتانی یک روزی سفر کنی با خانواده و هر وقت آمدی حتما برایم خبر کن. در این چند روز بی نهایت محبت، مهمان نوازی و انسانیت را از یاسر عبدالمالک و در مدتی که در افغانستان بودم دیدم. یک حس بسیار زیبا است، نمیتونم توصیف کنم.